خیلی که هم کس میگن همیشه اوچه ما گفتم هم بود. قرصکا برای اوچه هر کسی اوچهش دوست می‌دارد برای اوچه قرصکای تاجیکی رفتی کنید حیات فراموش میکنه گپاکو کلی کشیده تیفون آبش میکنه گپاکو کلی کشیده تیفون آبش میکنه تیفون میزنه زنجره میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه الو میگو لبای نگاه الو نگاه لبای نگاه الو میگو لبای نگاه الو میگو لبای نگاه بیو کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه بیو کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه تلفون بیزن میزنه زنجره میزنه یک نوزنی میبردارن بناز گپ میزنه یک نوزنی میبردارن بناز گپ میزنه وقتی گپا بود میکنه تلفونم گود میکنه وقتی گپا بود میکنه تلفونم گود میکنه و میگو قهرش نکنه و خیلی نگو ای بای نگاه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه و میگو قهرش نکنه حیاتی محدود میکنه میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنه موفقی طلب شما یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری ای گپ آورده ها آیاد خبر نداری دینا میگن در ریان بر پاس توی کلان عرق نوشیدن آمان توی را نموده ایران نمان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ و زن و زنی رستمی داستان بودن گفتون با چشم دیدی زنکایم بینا در شهر کرغان بر پوش نرخی روغن بینا در شهر کرغان قیمت نرخی روغن یک کیلو نخدار سود میکند رگی گردن یک نود صد شده یک اشن صد شده
سیب انگور و انار 1800 چیدن سیب انگور و انار 1800 چیدن تو با چشم دیدی گوی سفری قرم او سالا کرد سرم تو با دینم خرید است از بزرگیدم غنم او سالا همان زمان خست است خندم شد توبه کردم خدایا آخری زمان شد گفتم با چشم دیدی میگن در زواد بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بود است همراهی میرزا وراد میگن بند است افتیده است پیش ایسرش پرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است گفت تو با چشم دیدی دختری بابای نور از خانه شان گرفت است این بابای پیر محمد زنش را جنجال کردند آنچنان جنجال کردند دستی چوبید و کوشه خودش را کشال کردند گفت او با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروسی گیزله رنگی خروس آورده موهاش پاری سر بود زلفاش بر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود او خونه رو نمی بود خدا تان رو بد نگید دیگه تبر رو باشد و نوبت شوید نگید دوی جنجال میکرد چند کس ملال میکرد دامنی پیرش را او زده تلال نکرد بدونه کم دست دختری کوری سفر همیشه شدید بودن همیشه اشلچی بودن میگن جادوگر بودن میگن افسونگر بودن خلاص او خون سوختن یک خون جیگر بودن خلاص او خانه سوختن یک خون جیگر بودن گفتو با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. هر تکای شما با بابای پایست. سلامات باشین.